چنل خودتون. امروز ویدیو جدید گذاشتیم با دوستم رفیقم امیر. چطوری بچه اومدیم با یه ویدیو جدید. میخوام بدم بخوره امیر رو. میخوام بدم بخوره. ویدیو چیه؟ ویدیو try not to laugh. میخوام بدم بخوره. سعی کن نخندی. ای مجازات خوبی داریم. قشنگ قرار اسهال بگیری. میدم میخوری نگران نباش. سوس داره. موز باید بخوره. سوس میخوره. چی باید این چیه؟ بیسکویت. انگور بهشتی. گوجه باید بخوره. گوجه معقولی. آب لیمو معقولی. آب لیمو همه یک مجازات خوبی. حالا قانونش چیه؟ یه ویدیو میذاریم، چند تا ویدیو. هر موقع هر کی خندید میاد داخلش، میاد اون کسی که حریفش، یعنی کسی که برده یکی از اون برمی‌داره میریزه داخل. کسی که در آخر بیشترین خنده رو داشته باشه اون باید مخلوط اینو بخوره. که کی بازنده است رو باید بخوره؟ تو بچه با این تهدید نکن، با یه چیزی تهدیدت میکنم. خود دانی بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. ویدیومون رو شروع کنیم. بله. الو. بله. سلام. سلام. نظر خانوم. بله خودم هستم. عزیزم ببینید، من شماره شما رو توی گوشی دوست پسرم پیدا کردم. بعد شما خشایار رو میشناسی؟ خشایار؟ بله. آره میشناسم. من میخوام بدونم فقط به من خیانت کرده یا نه. نه اصلا خشایار یه دوست منه، یه دوست خیلی معمولیه که ما اصلا راجع به ارز دیجیتال و اینو با هم دیگه صحبت می‌کنیم. هیچی کلا مثلا خشایاری کلا یه بار دیدمش، اونم تو خیابون. میدونید آخه خیلی آدم دیوسیه. نه اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست به خدا. نگران شدم. میدونید اینقدر عوضیه که میتونه صدای دختر رو از خودشون بهتر تقلید کنه. چرا اینقدر خدا؟ نه اصلا اینجوری نیست. یعنی من میگم صدای دختر رو از خودشون بهتر تقلید میکنه، بعد شما میگی دیوس. چه صافت. وای چقدر وای باورم آخه دریق خود پسر رو وای چرت بود اصلا خنده دارم. اصلا. این ویدیو بزن لبخند زدی الان که حسابی ویدیو. اوکی اینطوری یه کاری نکن بعد برای سرت بیارم. بریم ویدیو بعدی. سلام، خسته نباشی. خواستم یه تشکر ویژه ازتون داشته باشم بابت خدماتی که بهمون میدید. واقعا همه چی عالیه، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم آقا، کاری که از دستمون برمیاد. بس واقعا همه چی رو بلاهه؟ بله خیلی تشکر میکنم، واقعا ممنونم ازتون، دمتون گرم. همه چی روال کولر گازیمون هم تازه دور تنده. جناب از کجا تماس میگیرید شما؟ از عراق. این خوب بود، حرف حقی زد. حرف حقی زد خدایش. حرف حقی گو حالا زد. میتونی قطعش کن. والا نه سیاسی صحبت نکن، بچه ها من میگیرن. بده شیش. خب سیاسی صحبت نمی کنیم، ولی خدایش حرف حقی زده. که به عراقی ها کمک میکنن به ما کمک نمیکنن. گفت حالا قطع کن. آقا ساعت 3:12 صبح میخوام ببینم تو حالا خوابگاه این چه اتفاقی. این خیلی قشنگه. بریم با هم نهار کنیم. باقبش فیل شده. مسئول پایه‌ای دارن. خوابگاه پسر نمیشه همطوری البته. نه مسئول باحالی دارن میگن. مسئولو میگیره. تا اینجا که هر چی دیدیم باحال نبود. بریم بعد. دیگه چی داری میگی؟ حالا دیگه بر من بابایی شدید همتون. حالا دیگه از باباتون بر من دفاع میکنی؟ نه دفاع نکردم. تا چی میگی ولش کن بذار بابام هر کاری دلش بخواد بکنه.
تمام بدبختیاش، تمام بیچارگیاش، تمام بیپولیاش مال من بوده. حالا جشن و خوشحالی همیچی برای دوستاش کارمنداش. دایش اینو حق گفت. وقتی از پدر رو دفاع میکنیم مامانا میگه به خدا شما قدر منو نمیدونی. قدر نمیدونی. 9 ماه تو شکمم بزرگت 9 ماه تو شکمم بزرگت بهت شیر دادم یک سال ولی هنوز چی نمیکنی. هنوز قدر من نمیدون. میری طرف اون بابا. بریم ویدیو بعدی ببینیم. اوی نیما کتاباتون رو بزنین رو بیز ببینم. تو چرا داری حرف میزنی؟ گم شو برو بیرون ببینم. من نگفتم تو کلاس من حرف زدن ممنوعه. چرا اینجوری میکنه؟ چشه؟ دیشب زنش بهش نداد. اینو من کلاس گفتم. چرا؟ الحق همه معلم همین. رجیم چرا تو خودتی؟ این زندگیه تو داری؟ وا چشه بی ناموس. من اومدم تو رو به گناه بندازم، خودم به گناه افتادم. از خودم بدم میاد. با من انقدر لجن نیستم. تو داری منم رو به در میکنی. به خدا من خودم گیر نبودم. رفیقام منو انداختن تو این مسیر لجنزار. دوستای که کثافتو ول کن. اونا که دیگه اصلا داداش حق استادی به گردن ما دارن یه جورایی. دیگه شده دیگه. جایی که من بیام یه سری کارا رو یاد شما بدم، دارم جلوتون رو میگیرم. یه سری غلطا رو هم نکنید که واسه خود من قفل یزید. حالا اینا رو ول کن. دوستام دارم میاد. برنامه چیه امشب؟ نه دوستات نه بابا. کثافت ها این کار شما مصداق بارز شیطان آزاریه. میرم ازتون شکایت میکنم. رسیدم. رجیم از دست دادیم. بنده خودشه. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. من نزدم زیر خنده. آدم خوبیه بهشتی. نه بابا خود فساد، دختربازی، دعوا، عرق خوری چه کارنامه یه عرق بوده ولی عرق کاسنی. حرفایی که میگویی دروغ است راست نی. تمام کارنامه‌شو ببین نداره ثوابو. هرچی پلنگ دیده زده دکمه فالو. زده فالو ولی نیتش بود خیر. رجیم رانده شده نکن قضاوت زود هی. نگو بهشتیست نمیشوم راضی. صبح تا شب در فرشته در حال زیدبازی. رفت زیدبازی ولی ازدواج بود قصدش. ببین توبه کرده قبل مرگ. میگویی کرده توبه اون هم این آدم حول پست لوده. بیراه مگو رجیم بگو چی هست سوچه. زید داشته اما نمیکشیده جوجه. وا مصیبت ها چه گناهی. هزاران شیون و اشک و تباهی. آدم خوب را به چه میسنجی به چه میبینی. دیده شده در شهر با شلوار اسکینی. با بس دیگه چقدر زر ادبی میزنی. بابا ول کن لاشی رو نگاه. آبجوش نداره. آبجوشی اونور همیشه هست. اونور زیدمه تا چیزیه. تربیت اینا همشون زید شخصن. برو بریم نبینم. چه ویدیو اومدید لایک کنید، سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید، روی آل بذارید که هر وقت ویدیو گذاشتیم یوتیوب تو خبر بده. آرادیکس ویدیو گذاشته و بیای ببینی. بزن. بریم ویدیو بعدی. اینجا کجاست؟ اینجا آخر دنیاست. همه گناهانت همینجا معلوم میشن. تمام اعضای بدنت همینجا علیه شهادت میدن. عمرن اعضای بدن من علیه من شهادت بدن. آقا اول من میگم بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این دهن منو سرویس کرده به قرآن. هر کاری میکرد که من بلندتر بشم. یه روزم منو ول نمیکرد. همش بهم ور میرفت. هر چی کرم نرم کننده، صابون، شامپو، هر چی گیرش میومد میمالید بهم. چقدر کرم افزایش رشد بهم میزد. نابودم کرد به قرآن مجید. خوش شدم. مومو میگه زود قضاوت نکنیم. اصلا قضاوت انشالله بعد اینجا یه ماشین میگیرم برم تیمارستان. برم نه من میرم تو یه افق محو بشم. بابا خسته شدم. چی شده؟
حاجی انگلیسی یاد گرفتن خیلی سخته، هر کاری میکنم یاد نمیگیرم. بابا انگلیسی که کاری نداره، مثلا استبمام میشه نامادری، استب سیستر میشه ناخواهری، استب دد میشه ناپدری، یا مثلا او مای گاد میشه اوه خدای من، بیگ میشه بزرگ، بلک مثلا میشه سیاه، یا مثلا شاتاپ یعنی خفه شو. پشمام. آره بابا پس چی فکر کردی انقدر لاغر شدم دارم هر رو انگلیسی یاد میگیرم دیگه. تو اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ مجموعه آموزش و سرگرمی فیلم خنده مجونه فهمیدیم که کی خندید. عقب بهتون گفتم اینجی ماس حالا ببینیم بقیه‌اش رو. دوست داری اوه عجب ترکیبی بشه قشنگ دیگه. بعد کل روز تو دست آره نکن با معده من کار نکن. دوست دارم بابا خودش. ویدیو بعد ویدیو قبلی که خندیدیم و آره بعد مجازاتی قراره بشیم. خدا کنه من ببرم تا حالیش کنم. کد تنکیه. آره سلامتی سیگار علی بابا ویدیو بدی بود. حالم بده. برو. چی شده خانم؟ بشرمنده آقا. خدا کنه ویدیو بعدی خوب باشه. وای تو جواب فقط ویدیوهای نیما اگر آسان بود که مامان خوابم نمیبره. چرا بخواب خوابت میبره؟ مامان زیاد واسم غذا نرید گوشتم نیست. بخور تو گوشتت حالیت نیست نمیفهمی. چه اصراری خوب گوشتم نیست. مامان اون لباس سبزمو ندیدی؟ همونجاست. کجاست؟ بیا پیدا کنم جیرت میدم. نه میگه همونجاست. خب کجاست؟ بشیرم تو دهنت میزنم. اومدم پدستم. بابا میگم خب بگو کجاست. بذار بابات بیاد اگه بهش نگفتم. این چه تهدیدی آخه من نمیفهمم. یاد گرفته اینو میگه. بابا میتونم برم خونه دوستم؟ نه. چرا؟ بابات نمیذاره. بابا کو اصلا کی ازش پرسیدی؟ میدونم نمیذاره. اصلا بابا در جریان نیست. من چند سالمه. من میرم همون پشت باباتو لیف بکشم. اینجا سخت شد ولی خداییش حق میگه همیشه نیما خداییش اسمشو درست بگو. یعنی از مامانم میپرسم لباسام کجان هم خودش مرتب میکرد و یه آدرس اشتباه مزخرفی میگفت که نفهمم. بعدش که خودش میومد پیداش میکرد. بعد میگفتم آن تو آدرس بد دادی. میگفت نه تو چشات کوره نمیبینی. حالا آدرس که به خیابون میگن مشکل نداره، آدرس که نیست ولی لوکیشن مامانت درست صحبت کن. من بهش گفتم مادرها عشقن. مامان کارتت کجاست؟ میگه تو کیفون رفتم کیفش گشتم. میگه ای وانا پیداش کردم تو دهنت میزنم. اینم راست میگه. بریم ویدیو بعدی. تو جواب فقط فرمول نوشته. خب استفاده کنم اون فرمول. اب نداره یه نمره رو بهش میدیم. چیزی بلد بوده دیگه. سوال نوشته شکل پیوندی صابون رو بکشید. دانش آموز اومده یک صفحه راجع به صابون گلنار نوشته. شبا قبل از خواب حالا یه نیم نمره بهش میدیم. بنده خدا حالش خوب نیست. بابا تو اگه فیزیکی خدا رو قبول نداشتی بعد 2 سوال اینو درست جواب میدادی. لعنتی 4 تا سلامات میفرستادی من یه نمره‌ای بهت بدم. چرا هر 10 نفر 7 نفر سفید دادن؟ اون 3 نفر دیگه هم جمع کل نمره هاشون به 7 نمیرسه. این همه جوابا رو مو به مو نوشته. نه ببین یه وام کم گذاشته. کلمه کلیدی رو نداشته. نمره نمیدم بهش. این چرا همه جواب دقیقاً اینطوری این معبودیه. معلم عربی واسه معبودی. کل معلم و مخصوصا معلمه مطالعات و اینا یه
واوی هم کم خود بذاری. قفاسی رو نمیگی؟ میگه نه اینجا وای طوری میگی. اینا که میگیم اسم معلمامونه. نوشته مرگ بر آمریکا. چی نوشته؟ فوش گذاشتم هر کی نمره نده مادرش. این ریاکت آخرش خیلی قشنگه. تو قصد نداری بخندی؟ نه قصد داری یا؟ نه من مال یه حرفا نیستم. قصد داری؟ برای ویدیو بعدی میبینم. من مال یه حرفا نیستم. بر نداری؟ الو خدا لعنتت کنه. عید شما هم مبارک. درد هستیم، مرگ هستیم، نیستیم، هستیم، نیاین، بیاین، بمیری. آره نوش جان، خوش بیاین. مردم اصلا از خود چی نمیفهمن تو این کرونا ها نیان عید دیدنی. بلا نسبت شما مثل گاون. چرا پسته ها رو برمیداری؟ بذار سر جاش زشته. این آجیلاتون پسته نداره؟ مغز داره توش. بگردین خیار مگه چشه خیار بر نمیداریم؟ خیار برمیداشتین. علی من تو میوه ها به همه چی آلرژی داره به غیر از موز. مرد شور علی تو ببرم. مرد آخ ساعت داره 9 میشه دیگه، محدودیت و این داستانا. آره دیگه دیر شد، اگه بریم جریمه میکنن. ما انشالله هستیم در خدمتتون امشب. بخور دخترم. نه محدودیت جاده ها رو نمیگم، محدودیت دخترشو میگه. این ویدیو هم بریم ویدیو بعدی. ویدیو بعدی نیست ادامه. جاده ها رو نمیگم، محدودیت دخترمو میگم. رأس ساعت 9 که میشه تبدیل به زامبی میشه، وحشی میشه، به همه حمله میکنه. بابا شوخی میکنه. شوخی میکنه. سالمون لا اله الا الله الا بالله. دیگه خود دانید. آجیلاتو بردار. مجازات. مغز پسر رو وقتی چاقو نداره. کمتر دقیقا خدا مخلوقتون خرمش ای دست طلا. ولی قسمت تش که همه سمی و توش داره. ایشالا امشب میری بیرون. ایشالا تو میری. فوقش کی گفته من قراره بخورم؟ 100 تا ویدیو دیدیم یکیشو نخندیدم. حالا از بقیهش میخندی. بریم ویدیو بعدی. بچه هم اینجا هیم؟ من نه مازندران. مسافرین یا فامیل اینجا هستن؟ نه مایم واسه ساکن اینجا بشم. خیلی خجالتی یا؟ خب بیشتر حرف بزن. خب با من بیشتر حرف بزن. خب یه حرفی بزن. چی؟ باش حرف بزن. خب یه حرفی بزن. موظف که نیستی اصلا میزنم. خیلی موظفم. یعنی بردارم؟ بله. حالا بذار باشه دیگه کنترل که نمیندازه. کنترل میندازه. باش. اتصالی میکنم. اتصالی میکنم. بردارم واقعا؟ الو. خندیدی. من پاکم تو کجایی؟ اوضاع سخت شد. 3-0. وای موز مقره. یه قول میدم نخندم. مالی چرا نمیخندی؟ چرا؟ خدا آخه خدا و دنیا برام رشوه داده. گفته نخند بو من. از اول ماشین به هم ره. کجاش بودیم؟ همینجا. چه بودیم؟ نالک جون. حسن یزدانی. حسن یزدانی مناطق معروف. حسن یزدانی مناطق معروف. خدا چجوری نبیبینتش؟ اورا بنده خدا سکته که الان با خیابون ببنده.
مرد گنده. دختر دیگه گره که چطور میخنده؟ Oh my god. او بچه دیگه بچه سابق نی. اما دیگه امه شد هرچی که داشت کنده شد. ابیه با خدا دست بده باشو مردی که مرد آقا شما مرده این نمرده بود خواهدن دیگه نمرده بود الان دیگه کشته شده کشته راه جون سقل اصلا خانده نه بچه کتو بچه بادکنکی بادکنکی رو شبیه یه چیز بعدی که این رو دیدم خیلی باحال بذار براتون ترجمهش کنم عرق کشمه این میگه این ویسکی خوبیه اینا میگه سگ خوبیه میگه همه شوی سگ خوبیه داشته باش عرق کشمش بکرش کرده میگه مسته عرق کشمش آره مسکول خودش تو آهنگ نگاه میکنه بعد نگاه میکنی برد که نترسه میخواد جر کنه حالا خودش آماده کن برای جر حالا کوتاه بیو این چی شده؟ ترسیده فکر تو جای بر نبودی رفیقم وقتی پسر ببینه نه یه رفیقم وقتی که دخترها بهش بیمحلی میکنه آره یه رفیقم وقتی دارن دخترها بهش بیمحلی یک رفیقه دیگه هم منظورتم الحق که گربات 9 تا جون دارن چیزی تو خندان نبودن تو نمیخواد بخنده نه وای بینا موسه در قرش نشسته به در نگاه میکنه هم چرت بود خیلی علاقه زیاد به گربه داری ها؟ نه شیاف کرد انت من آمنه وقتی رفیقم بهش میمعنی میشه وقتی رفیقم دختر ببینه بهتر بگی Alec Muzzin John Cena. حالا که 3-0 باختم و قرار اینا رو بخورم سب به قانون آخر رو بگم چون که این هیچی نخندیده
و همش رو بریزیم داخل. کمتر بریز که مخلوط کنه خراب نشه. انگورا هم بریز. چرا خودم چی میکنم؟ اینا رو بگیم که خودم طاقت ندارم خودم. من معبونی انگور بهشتی. دست هم روده من گرونه. رودت گرون نیم، معدت گرون. معدت میگم رودت خرابه، به در نمیخوره. واو آخی که دستم داری مخلوط شد. بریم بخوریم. بگیریم ویدیو رو. میگم اینو بگیر. دست به من نزن. بگیر میکروفون بگیر. دست به من نزن، با یه قرآن بخوری از این همه ریختی برای چی؟ خیلی بود بره. خیلی بود. یه چی بیارم ریختی داخلش خونه حلاله. با یه قرآن بخوری. خوشمزه شده؟ یه قلب با بخوری. بخور. نمیشه. با بخوری، من نمیدونم. بازیه، قانون بازیه، میخوری. خور. نکن. بچه خالی گرفته. داشت بازی بخور اینه. سعی کن نخندی پارت 2 شکستت میدم. بچه اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. پارت 2 رو اگر دوست داشتید حتما به ما بگید تا براتون دوباره ویدیو بسازیم. با ویدیو بیشتر برمیگردیم. گود بای.